بعد از اینکه فانتوم دانلود کردید بخش اوپن میکنیدش و اینجا باز میشه براتون یکی کرییتد اکانت میاد و دیگه I have already اکانت، یعنی من سابق داشتم. شما ایش انتخاب میکنید، گزینه اولنگیش که هست کرییت اکانت میزنید و همراه ایمیلتان لاگین شوید، یک پین انتخاب کنید، با پین هم یک جا بنویسید که یادتان نره. بعد این رقم صفحه براتون حاضر میشه. اکانت شما خیلی راحت ساخته میشه. در این روی صفحه میبینید که گزینه ریسیف هست، سنت است، اسواپ است. این ریسیف یعنی مقدار پول که مثلا میری در یک اکانت اضافه کنید از یک دیگه، یا از یک دفتری که در افغانستان دفتر وجود داره که خدمات تیتر امی کارا را میکنن و اضافه میکنن، در اوجا رفته اینه در بخش ریسیف که میزنی شبکه سولانا، اتریوم، بیت کوین یا شبکه های دیگه هم وجود داره و بیشترش از طریق سولانا پرداخت میشه که این فانتوم روی شبکه سولانا کار میکنه. اجازه آن کپی آدرس هم میزنید، فقط اساسش کپی میشه به نفر که یاد دفتری رفتید با اون میدید، تو هم میگید که روی شبکه سولانا بگیرش. برای شما مقدار پیسه را $100 $200 هر چقدر مقدار پولی که اضافه میکنید و براتون روان میکند و در اکانت شما پولتان میآید. در اکانت شما و از گزینه سنت هم پول ارسال میکنی یا میکشی، بخش اسواپ میریم، اسواپ میزنید، در گزینه وسط هم داره. در اینجا مثلا این سولانا، مقدار سولانا مثلا با ما $100 اضافه کرد، $100 میخواهیم چی بخریم؟ یک کوین. اینجا همون مقدار که مثلا سولانا اضافه میکنه یک کمی ترکشن یا فی همی میگیره که او هم 90 چند دلار میشه. مثلا همون یا مکس اینجا در پالو مکس ظاهر میشه، اون مکس انتخاب میکنی، بعد با این انتخاب میکنی، با اینجا میید و مثلا کوینی که میخوایم بخریم یا آدرس کانترکتش اضافه میکنیم یا همیشه نامش سرچ میکنیم، با انتخاب میکنیم، این رقم ظاهر میشه. مثلا $100 اگر تبدیل کنیم بخریم 99.9 دلار میشه که آن قدر کوین میشه. و یعنی از من سرخ از خاطر مقدار پول نیست، کافی نیست، به او خاطر سرخ از سیجا میزنید و اسواپ. اگر بخواید پس از همی ارزی را که همی کوینی را که خریده پس بفروشید، اینی گزینه را که میبینید در تصویر، اینی را بالاش میزنید و این تبدیل میشد. او کوین میره در بالا، این سولانا میاد در پایین، یعنی او را تبدیل میکنی به سولانا. مثلا هر مقداری را که خریده بودی آنمو قرار پالو یا مکس اضافه میشه، و مکس را میزنید تمامش انتخاب میشه، آن قدر کوینی که خریده بودی آنمو که پس به سولانا تبدیل میکنید. و اینمی گزینه بیشتر بود با اینمی قسم ظاهر میشه، سبز میزنید تبدیل میشه.